ارتشا اسرائیل ایریشک برفره لگوندوارن شام پایتخت سوریه پیک آنی و دا انجام دا زیانک مادی مزن گهشت بارگاه لشکری این رژیمه و ارتشا رژیم جدی بیجه وان برصف وان ایریشان دایه. فرمانداریا گشتی یا ارتش و هزن چکدار این رژیم سوریه داخوینیک بلاف کر و تیدا گوت ایرو دا مجمیر نه سبه بلافرین شر این ارتشا اسرائیل هجمارک ایریش لدردور شام پایتخت سوریه پیک آنین. فرمانداریا گشتی ارتشا رژیم سوریه برافکریه بالافرین شهرین اسرائیل سه ایریشن جدا لباجار قطیف پیک آنینه و لگور داخلانیا ارتشا رژیمه که او ایریش عالی هزن وان و هاتنه برصفدان هروها پشتی دمک کرد دو مشکن زوی جولانه لباجار قطیف شام پایتخت سوریه کتن. بالافرین اسرائیل چهار مشکن جتاباریا برف بارگهن ارتشا رژیمه آویتن و دا انجام دا زیانک مزن گهشت بارگهن لشکری این رژیمه. جدسپیکا کریزا سوریه جسال 2011 و تا دو ارتشا اسرائیل هر دمک بارگاه لشکری این رژیم سوریه دکه آرمانج و هنجاران بارگاه نزدیک فروخانه شام یا نفدولتی آرمانج کرنه و هر دمه سروک رژیم رادگهینه که هین دما گونجا بو برصفدان وان ایرشان نهاتیه. لیل برانبرده به 100,000 لسر دست چکدار رژیم بونا قربانی و به میلیونان دربدر و کشبر بونه. و یا هری داوی و جبر ایریشن آسمانی این رژیم روسیه زیادتری 6,000 خلک سیویل جه ادلب دربدر بون و به صدان جیان خواهش دستان.